6 خانواده‌ای ساکن کوچه عینی شهر دوشنبه که در دو بینای زیر نقشه تخریب قرار دارند نمی‌خواهند منزل‌های خود را ترک کنند. آنها میگویند با شرکت کمالات ساختمان که مسئول ساختمان بینای نوی معاصر در جای این منزل‌ها را دارند به موافقه نرسیدند. می‌خوایم که یا خونه ما در بگیرنم خالی یا که وایمون بکنن خیلی پیشنهادی نقض بکنن که ما بخزیم ما در این آوازی بگیرن ما سرازو میخزیم ایجامون خونمون خالی میکنیم. این ساکنان در شرایط زندگی دارند که برچیدن در و تیرزه های خانه های خالی شده شروع شده است. اما چون چند ساکن این منزل ها خانه هایشان را ترک نکردند، شرکت کمالات ساختمان نمیتواند تخریب پوره آن منزل ها را شروع کند. چرکین مسور خوب درونی خوب با زندگی دارم. خیلی کنید خنک خونه من سویتو زد کشت همه چیزام شکست سوختگی و نم آب و سویت نداره. ساکنان آن منزل ها میگویند با پیشنهاد اجاره پولی شرکت و وعده خانه کلانتر پس از انجام ساختمان چندان باور ندارند. آنها با چند مقامات از بالای شرکت کمالات ساختمان شکایت کردند اما تا هنوز هم به موافقه نرسیدند. 2,500 پول میتیاد. یک ماه پولی کвартира аренда پولی. یک سال میتیاد دیگه نمیتیاد. دیگه معلوم نمیتیاد نمیتیاد. حاضر وقت هم خلکی آدم نمیداند پگه چی میشد. اما چی به باور میکنیم؟ امروز این خانه میریم پگه وای خانه میریم. نمایندگان شرکت کمالات ساختمان گفتند که به این ساکنان ناراضی چند وعده حتی بیشتر از مساحت منزلشان منزل پیشنهاد کردند. اما متاسفانه آنها همه را رد کرده و طول 2 ماه به خراب کردن و شروع ساختمان بینای نو مانع شدند. این شرکت میگوید هر روز تأخیر در ساختمان برای این شرکت زیانی مالی میآورد و از بالای ساکنان به دادگاه شکایت برده و منتظر قرار دادگاه است.